این قصه پندآموز را جمالالدین فخرالدین در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر کرده است. وقتی از چشم کور آب میریزد. به امر تقدیر سه جیانم از صنف 4 نابینا شدند. اپم که زندگی فقیرانه دارد نتوانستند به طور باید و شاید سر وقت فرزندان را تبابت کنند. از این سه جیانم دو تایش دخترند. سال تولد یکیش 1993، دومی 1995 و سیومش که پسر است 2006 می باشد. ماه گذشته دختر کلونی را با یک ام تقدیر خودش به شوهر دادیم. اگرچه خانه شخصی ندارند و اجاره نشینند ولی شکر زندگیشان خوب میگذرد. چند پیش جین دومم را هم برای یک پسر نابینا خواستگاری اومدند. مصلحت شده بود که در یک روز هم خواستگاری کنند و هم مهر و پول قلین دختر را دهند. روز خواستگاری بعد ضیافت دوستان داماد شونده که همشان نابینا بودند یکی سخن را کشاد و گفت صاحب خانه هستند. شوهر اپم صدا بلند کرد که ما همینجا. نیت خیرشان را گفتم و پرسیدند که مبلغ مهر دختر و توقض را گویند که چند سوم دهند. بعد مصلحت با خانواده به خلاصه رسیدند که شاید 16,000 سومانی گویند بسنده باشد. اگرچه در این زمان هیچ است اما برای آن جوان نابینا هم یافتن چنین مبلغ گرانی میکرد. این هم در حالی است که پدر و مادرش را از دست داده است و از پیوندانش یگان کمک نمیگیرد. وقتی پیشنهاد کردیم رفیقان داماد گفتند که این مبلغ خیلی زیاد است. پیشنهادها گوناگون شدن گرفتند و به نتیجه رسیدند که 14,000 سومانی دهند. خیال میکردیم که چنین مبلغ را دارند و فردا آورده میدهند اما گفتند که ما از پی جمع‌آوری پول میشویم و مسئله کوارتیر داماد را هم میبینیم. بعدا روز توی را معین میکنیم. در همین حالت عکس جوانی را که در زیر میبینید مرد ناشناسی بود که باعث راننده اومده بود. هنگام معین کردن پول مهر و توقض آن جوان راننده سرش خم بود و با دقت هر دو طرف را گوش میکرد. با اجازه یک بیرون رفت و با تلفن صحبت کرد و آمد و اجازت صحبت پرسید. همه گوش به صدایش دادیم. برادران اگر شما راضی باشید من پول همین توقض خواهرچه را پرداخت کنم و خواهش کرد که باز یگان فکر دیگر نکنید. تنها از برای خدا میخواهم کمک کنم. ما هم دیگر رو حیران نگاه میکردیم. هیچ کداممان چنین حالت رو انتظار نداشتیم. فکر کردیم شوخی میکند ولی جدی گفت و رفته از ماشین 14,000 سومانی را آورد و در حضور بچه ها به شوهر اپم داد. آن رفیقان نابینا از شادی اشک ریختند که چگونه چیزی را که فکرشان نمیکردند در جایش حل شد. یکیش با گلوی گرفته که اشک از رخساره‌هایش جاری بود خطاب به آن جوان خیرخواه کرد و گفت وقتی از چشمان کور ما اشک شادی میریزد خدا همیشه این اشک شادی را نصیبت گرداند. شکر که یک خانه اجاره را هم یافتند و هفته گذشته جیانم راحله جان را با سر بلند به خانه بخت گسیل کردیم. امیدواریم که زندگی خوب داشته باشند.